با 3D Max فارسی.ir همراه هستید. چیزی که یک جهان طبیعی یا حتی زمین رو خیلی برجسته میکنه و حتی اونو قابل باور میکنه شاخ و برگ روی اون هستش. ما به درختان، چمن و جزئیات مدل های سه‌بعدی نیاز داریم تا طبیعت رو به خوبی نمایش بدن. من چند تا درخت رو همراه اون پکیج اسست های طبیعی وارد کردم و همیشه میتونم چیزای بیشتری رو از فروشگاه یونیتی دریافت بکنم و یا اونها رو در برنامه‌های دیگه مثلا مثل اسپیتری ایجاد بکنیم و به یونیتی بیاریم. ایجاد یک درخت خیلی راحته. ابتدا یک درخت رو وارد میکنیم و بعد میبینیم یه چیز دیگه در دسترس هستش. من زمین رو انتخاب میکنم و روی ابزار تری اینجا در بخش ترین از قسمت اینسپکتور کلیک میکنم. باید یک درخت رو براش تعریف بکنیم و ما چند تا درخت رو داشتیم که وارد شدن. بنابراین ادیت تریز رو کلیک میکنم و بعد اد تری رو در اینجا میزنم. این پنجره اد تری از ما میخواد که یک پریفاب درخت رو بهش اختصاص بدیم. درختان مدل های سه‌بعدی استانداردی هستن که وارد شدن که احتمالا با اون کالایدورها به پریفاب ها تبدیل شدن و شاید برگ های آلفا چنل یا آلفا کارد هم داشته باشن. من روی دکمه انتخاب کلیک میکنم و یک درخت رو انتخاب میکنم براش و میتونم اینجا ببینم که این درخت با یک آیکون درخت هم تعریف شده. مثلا من بورد لیف دسکتاپ که یک درخت خوب هست رو اینجا انتخاب میکنم و خیلی زیبا و درخت حجیمی هم هستش. عنوان درخت اصلی برای این حیات اون رو میخوام در نظر بگیرم. انتخابش میکنم و اینجا دکمه اد رو میزنم. در صورت نیاز میتونیم درختان متعدد رو هم اضافه بکنیم و در صورت نیاز اونها رو وارد بکنیم و یک جنگل خیلی متراکم و زیبایی رو هم حتی میتونیم اینجا ایجاد بکنیم. گزینه‌ای برای قرار دادن درخت انبوه زیبا و متراکم یا حتی راههایی برای پینت کردن یا نقاشی کردن اونها هم وجود داره. به هر حال درخت رو انتخاب میکنم و اینجا میبینیم که درخت رنگ آبی تغییر رنگ میده. این دلیل هستش که قلمو من خیلی بزرگه و اگه به عقب برگردم میتونیم ببینیم که قلمو در واقع بیشتر صحنه من رو پر کرده. بنابراین میخوام اندازه قلمو رو کاهش بدم. اون رو تا 3 یا همین حدود پایین میارم و تری دنسیتی یا همون تراکم درخت رو هم میتونم افزایش بدم. با همین درخت‌ها میتونیم تعداد زیادی از یکی از گونه‌های مختلف درخت رو داشته باشیم. مثلا یک دست باشن اما فقط ظاهرشون نسبت به هم کمی متفاوت باشن. این ابزار این امکان رو میده که ارتفاع رو به صورت تصادفی در یک محدوده‌ای تعیین بکنیم و یک تنوع و گوناگونی رو در اون درخت‌ها ایجاد بکنیم. حتی میتونیم در صورت نیاز عرض اونها رو نسبت به ارتفاعشون قفل بکنیم و میتونیم یک تنوع رنگی رو حتی براشون تعریف بکنیم و به صورت تصادفی درخت‌ها رو بچینیم. اینطوری و با انجام این کار این امکان رو به ما میده که یک منطقه بزرگ رو با گونه‌های مثل ناروند یا درخت کال یا هر چیز دیگه‌ای بتونیم نقاشی بکنیم و همه اونها با وجود این که از یک مدل سه‌بعدی هستن ولی بازم نسبتا متفاوت از هم به نظر برسن. من ارتفاع رو پایین میارم چون محصول این درخت من خیلی بزرگ و حجیمی میشه. بس ارتفاعش رو کاهش میدم، مقدار روتیت یا چرخشش رو تصادفی قرار میدم و تنوع درخت رو هم دست نمیزنم و حالا با کاهش اندازه قلمو و تراکم بالا در واقع میتونم درختی رو در روی این زمین نقاشی کنم و ببینم که کجا بیشتر نیاز داره که درخت قرار بدم. باید کمی رو زوم بکنم و یک بار کلیک میکنم تا یه درخت رو در این قسمت وسط کارم ایجاد بکنه. خب یک درخت رو ایجاد کرد و میبینید که داخل یک حیات زیبا هم قرار گرفته. میتونم در این سمتش یه دونه درخت دیگر رو هم اضافه بکنم. خب وقتی که درخت وارد شد متوجه میشیم که از یک نوع درخت هستن اما از اونجایی که اونها روتیت شدن و رنگ و ارتفاع تصادفی هم دارن کمی متفاوت به نظر میرسن. وقتی که درختام رو وارد کردم الان دیگه آماده هستیم که مدل های سه‌بعدیمون رو وارد بکنیم و وارد جزئیات بشیم و همچنین اون زمین رو تا حدی که صلاح میدونم و به نظرم زیبا هستش تغییر شکلش میدم. یادون باشه طراحی زمین یک فرآیند کاملا تکرار شونده است. باید درختان رو وارد بکنیم، زمین رو نسبت به اون شکل‌دهی بکنیم. اما باید اولش کمی اون زمین رو شکل‌دهی بکنیم و مقدار کمی رنگ در اینجا به ما کمک میکنه که ببینیم کلا زمین به چه شکلی به نظر میرسه. اما بعدا میتونیم برگردیم و مثلا خاک اطراف پایه این درخت‌ها رو بیام رنگ‌آمیزی بکنیم. یادون باشه این رفت و برگشت‌ها مشکلی نداره. از مشغول بشید چند تا درخت ساخته شده بگیرید و مقداری خاک رو در قسمت زیر اون درخت بیاد نقاشی بکنید. ریشه ها رو طراحی بکنید و در صورت نیاز در مورد جزئیات هم فکر بکنید. من چند تا مدل سه‌بعدی دیگه رو هم در اینجا میتونم اضافه بکنم. مثلا مقداری علف‌های بلند رو در بخشی از این حواشی و کنج این حیات میتونم بگذارم. در این قسمت میتونم به بخش جزئیات برم و باید به تعریف جزئیات اشیا بپردازیم. میتونم دکمه ادیت رو در اینجا بزنم و مثلا آپشن اد گراس تکچر و یا
اد دیتیل مش رو اینجا داریم. به حال تکسچر چمن به صورت اختصاصی برای فقط همین چمن ها هستش و برای ساخت مقادیر زیادی از چمن که ممکن است حتی در باد مواج بشن میتونیم از همین رو استفاده بکنیم. من ابتدا با کلیک کردن روی همین اد گراس تکسچر اینجا کمی علف رو بهش اضافه میکنم. در اینجا ادیتور رو برای انتخاب چمن انتخابش میکنم و بعدش پارامترهایی رو برای تصادفی کردن طول و عرض و رنگ اون چمنها در اختیارمون قرار میگیره. من یک تکسچر رو انتخاب میکنم و در پنجره باز شده تکسچر 2D رو میخوامش، پس جی آر رو مثلا تایپ میکنم. اینجا میتونیم ببینیم که یک جفت چمن رو به اسم گراس فرانت آلبیدو 01 و 02 وارد شدن. مثلا 01 رو انتخاب میکنم که نوع گیاه با گل و بوته های تقریبا قهوه‌ای رنگ هستش. با انتخاب اون بعدش میتونم برم و عرضش رو حتی کاهش بدم. اینجا برای نوز اسپرید رنگ های سالم و خشک و اینکه آیا بیلبورد هستش یا نه کنترل هایی داریم. اینها به ما اجازه میدن که واقعا تخت و همیشه رو به دوربین باشن و دیده بشن. من اد رو کلیک میکنم و بعد میخوام این چمن رو اینجا نقاشی کنم. با 3D Max Farsi.ir همراه هستید. در گوشی از زمین اینجا زوم میکنم در جایی که نسبتا تخت هستش و اینجا قصد دارم تارگت استرنج و اوپاسیتی رو هم کاهش بدم و دلیل اون این هستش که وقتی که شروع به نقاشی میکنیم اگه در تنظیمات پیش‌فرض باشید ممکن هستش که توده عظیمی از چمن رو ببینید و وقتی که این اوپاسیتی رو در جایی در یک محدوده معینی بکشیدش اون چمن بسیار سریع یهویی بزرگ میشه و چون برای مقیاس بزرگتر هم خوب ساخته شده. بنابراین اینجا مطمئن میشم که در چمن شفافیت یا هم اوپاسیتی رو پایین نگه میدارم. حتی با وارد کردن دستی اعداد مثلا 1000 رو میتونم براش تایپ کنم. من تارگت استرنج رو پایین میارم و قلم رو نسبتاً بزرگ رو براش انتخاب میکنم. کار دیگه ای که برای چمن انجام میدم انتخاب قلموی پراکنده هستش و به این ترتیب باعث ایجاد توده های گرد و دایره‌ای شکل میشم. مقداری روی اون نقاشی میکنم. دوباره چمن رو انتخاب میکنم و هر بار فقط مقدار کمی دستم رو اینطوری حرکت میدم. میتونیم در صورت نیاز شیفت رو برای پاک کردن بعضی از قسمت ها نگه داریم. من قلمرو رو تغییر میدم و مقداری که در پیاده‌روها کشیده شدن فقط اونها رو پاک میکنم. با 3D Max Farsi.ir همراه هستید. حتی اینجا میتونم اوپاسیتی رو بالاتر ببرم و اون چمن رو به این صورت پاک بکنم و دیگه توی پیاده‌رو قرار نگیرن به این صورت. خب چمن‌های اضافه رو از پیاده‌رو حذف کردم و خیلی الان بهتر شد. بعدش میتونم مقدار بیشتری رو چمن در روی سایر قسمت ها کار کنم. دوباره یک قلمو رو انتخاب میکنم، اوپاسیتی رو میارم پایین تر و میبینید که خیلی خیلی سریع و یهویی بزرگ میشه. پس باید اون رو به صورت دستی وارد بکنیم. در واقع دلیلش اندازه این زمین هست، چون ما روی یک منطقه کوچیک داریم کار میکنیم به این شکل یهویی مقدار زیادی چمن درست میشه. من چند توده بیشتر رو در صورت نیاز به صورت ردیفی اینجوری وارد میکنم و بعدش در اینجا روی این قسمت که ارتفاع اون کمتره میام یه سری علف ها رو که یه ظاهر طبیعی تر داشته باشه رو ایجاد میکنم. نحوه نقاشی کردن اینها کاملا بستگی به خودمون داره. یه ذره چمن رو اطراف این قسمت هایی که عمق کمتری دارن ایجاد میکنم و میتونم پاک بکنم و دوباره بکشم و ببینم که از دور حتی به چه شکل دیده میشه. حتی میتونم کنترل بازیکن رو بگیرم و به اونجا حرکت بدم. من اینجا در قسمت سلسله مراتب یا همون هایرارکی ها FP رو برای فیلتر کردن تایپ میکنم تا کنترل اول شخص رو پیداش بکنم. روش دبل کلیک میکنم و حالا که انتخابش کردم اون رو به زمین میکشم. به این طریق به جای جا خالی دادن به بین اون جرثقیل ها از ابتدای بازی در همین حیات کاراکتر من لود میشه. یه بار دیگه دکمه پلی رو میزنم و ببینیم که به چه صورت دیده میشه. میبینیم که از همون آغاز خیلی زیبا به نظر میرسه. وقتی که وارد چمن بشیم ببینید که چمن در حال تکون خوردن هستش که انگار که باد داره به اون میزنه. من چند تا نقطه رو میبینم که کمی نیاز به ادیت دارن اما در کل خیلی خوب به نظر میرسه. چمن کمی نیاز به ویرایش کردن داره اما درختان در نگاه کلی به نظرم خوب به نظر میرسن.
اونا خوب و بزرگن و واقعا نشون میدن که درختانی با برگ‌های پهن هستند. با وجود اینکه همه اونها در واقع فقط برگ‌های روی کارت‌های آلفا هستند و کاملا گرافیکی هستن، ولی با این وجود واقعا ظاهر خیلی خوبی دارن. من میتونم در طول این مسیر قدم بزنم و میتونم ببینم که زمین در کجا نیاز داره که کمی ویرایش بشه و در کجا باید پیاده‌روهای سنگیش رو کمی مدل سازیش رو تغییر بدم. اینجا رو هم باید از نظر رنگبندی کمی ویرایشش بکنیم. نیاز به متریال بیشتری داره چون چمن داره یه بافت نسبتا یک نواختی هستش. گل خوب به نظر میرسه با وجود اینکه میتونه حتی کمی کوچیک‌تر هم بشه. این قسمت تخت سنگ که روی این تپه قرار داره فکر میکنم که کمی بیش از حد بزرگه. شاید با استفاده از یه قلموی کمی سخت‌تر و با شکل‌دهی وجود عمودی تر و قرار دادن مثلا یک سری صخره روی اون کمی ظاهر اونها بهتر هم بشه. به هر حال این یک شروع خیلی خوب بودش. دوباره برمیگردم و شکل‌دهی و کمی نقاشی‌های اونها رو عوض می‌کنم و تا زمانی که واقعا شبیه طبیعت دلخواه من بشن همینطور به کارم میتونم ادامه بدم. به عنوان نکته آخر در قسمت مدل‌های سه‌بعدی، زمانی که من اینجا میرم دقت بفرمایید که دو تا گزینه دارم: ویرایش جزئیات و اضافه کردن بافت چمن و جزئیات مش‌ها یا مدل‌های سه‌بعدی. برای جزئیات شبکه‌ها میتونیم هر شیء بازی رو اینجا انتخاب بکنیم که به ما اجازه میدن مثلا بوته‌ها رو وارد بکنیم یا چیزای شبیه به اونها رو در اطراف صحنه قرار بدیم. در اینجا رندر مود رو برای گراسز و ورتکس لیست دارم. بنابراین در تئوری میتونیم مثلا تسمه‌های نقاله رو بگیریم و اونها رو در اطراف پخش بکنیم. این به شما اجازه انتخاب هر شیء رو در بازی میده. پس میتونیم بشکه‌ها، گذرگاه‌های طاقی یا هر چیز دیگه رو رنگ بکنیم. هیچ شبکه جزئیاتی همراه اون پکیج انوایرمنتی وجود نداره، اما میتونیم تعداد بیشتری رو از فروشگاه یونیتی دریافت بکنیم. اگه تمایل دارید ویندو و بعدش اسید استور رو انتخاب بکنید. در واقع اینطوری یونیتی شما به یونیتی اسید استور متصل میشه که یک بازار آنلاین برای انواع چیزهای مختلفه. در سایت ما tdmaxforce.ir خیلی از همین آبجکت‌ها رو میتونید رایگان دانلود بفرمایید. به هر حال مثلا میتونیم شیدر پارک رو اینجا انتخاب بکنیمش که برای ساخت متریال جدید، لی مارکر برای بازی‌های کلمات، فیلترها و اسکریپ‌های مختلف، حتی به عنوان نمونه پروژه‌های کامل یونیتی رو داریم. تکسچرها، متریال‌ها و انواع مختلفی از چیزها رو در اینجا داریم. من به پایین حرکت می‌کنم و تاب فری رو انتخاب می‌کنم تا ببینیم چه چیزهایی در صفحه برای ما در دسترس هستن. اینجا در این صفحه مثلا ترین اسست رو یه نگاه بهش میندازم. این نمونه‌ای از یک درخت دیگه است که در این مورد یک درخت بید مجنونه و اون چیزی که ما اینجا برای مثال در ترین اسست داریم بوته‌های مختلف، چنزلی‌های متراکم و غیر متراکم و چمن‌های مختلف و تکسچر زمین هستند و این یکی از مدل‌های رایگان یونیتیه. خودتون هم حتی میتونید مدل جدید بسازید و واقعا ارزش رو داره که این بسته‌های نمونه رو بگیرید و بگردید بین اونها و واقعا پیدا بکنید که چه چیزی اینجا برای شما مفید و قابل دسترس هستش. وقتی که به قسمت پوشش گیاهی نگاه می‌کنم دقت بفرمایید که گزینه‌های مختلفی برای من وجود داره. بسته‌های اسپیتری مختلفی هستن که این همین پلاگین اسپیتری رو میتونید داخل سایت ما tdmaxforce.ir دانلود بکنید. انواع بلوط‌های سفید، بوت‌های مختلف، درخت‌های کارتونی و غیره رو در اینجا داریم. ارزش رو داره که واقعا وارد بشید و بین اینها بگردید، از بین اونها گونه‌های مختلف و متنوع رو انتخاب بکنید و زمین و شاخ و برگ‌ها رو برای یک مکان و آب‌وهوای مختلف دلخواه و مورد نظر خودتون سفارش سازی بکنید. اینا در اسید استور وجود دارن. پس یک حساب کاربری ایجاد بکنید و اون رو مستقیما در یونیتی دانلود بفرمایید.